تو این قسمت سه تا پارت مختلف رو با هم می‌خوایم جلو ببریم. اول یک کانال یوتیوب بسازیم، قسمت دوم یک کانال یوتیوب رو وریفای کنید و قسمت سوم یک ویدیو تستی از خودمون بگیریم همین الان و آپلود کنیم. بنابراین این ویدیو یک قسمت کاملا عملی هستش و قدم به قدم با من جلو بیاد. حتی اگه کانال دارید به درتون میخوره. من این توضیحات رو هم توی کامپیوتر میدم و هم روی گوشی موبایل، بنابراین نگران نباشید. اولش روی کامپیوتر با هم دیگه جلو میبریم. خب اول از همه من اینجا تب یوتیوب رو سرچ میکنم و سایت یوتیوب برام میاد بالا به این شکل. سایت یوتیوب که بیاد بالا، اگه شما یه جیمیلی داشته باشید مثل من، این بالا سمت راست جیمیل لاگین هست و زیر ساخته. وقتی یوتیوب اومد بالا شما طبیعتا یه جیمیل اینجا دارید و این لوگوی خالی هستش. من میخوام لوگوی چنل خودمون رو بیارم، لوگوی جیمیلمو در اصل. خب جیمیلمو انتخاب میکنم، میاد و میبینید یه وای نوشته یوتیوبر شو، هیچ کانالی هم نداره. روش که بزنیم یه گزینه ویو یور چنل داریم، میبینید اینجا روی این میزنید یه چنل خالی احتمالاً بر من میاد، یوتیوبر شو پی، اسمش یوتیوبر شو پیه و هیچ محتوایی نداره، هیچ چیزی هم نداره. به همین ترتیب من دوباره روش میزنم و گزینه چهارم از بالا یعنی گوگل اکانت، سویچ اکانت، ساین اوت و یوتیوب استودیو، یوتیوب استودیو یا استودیو یوتیوب رو میزنم. وقتی اینو بزنم وارد تب یوتیوب استودیو میشم و به همین ترتیب کانال رو ساختم. اگه قبلا نیومده باشه تو همچین مرحله یه اسم از شما میخواد که اسمتون چیه و آیدی یا هندل کانالتون چیه. کلا ساخت چنل یوتیوب 1 دقیقه طول میکشه، به همین راحتی که بهتون گفتم. تموم شد رفت. این روی کامپیوتر بذاریدش کنار. حالا بریم روی گوشی انجامش بدیم. گوشی موبایلم حالا بریم روی گوشی انجام بدیم. گوشی موبایلمو باز میکنم، اول از همه وی پی ان رو درست میکنم و دوباره میخوام بریم سراغ سایت یوتیوب، اکانت جیمیلمون و همین مراحل روی گوشی موبایلم ببریم جلو. اپلیکیشن یوتیوب رو باز میکنید. خب بعضی که اپلیکیشن باز شد اینجا معمولا پیشفرض اون کانال یوتیوبی که داشتید اینجا هست، این پایین سمت راست. اگه جیمیلی قبلا داشتید اینجا براتون نمایش داده میشه. روی این که بزنید در اصل ما نمیخوایم با این کار کنیم، پس گزینه سویچ اکانت رو میزنیم. اینجا تمام کانال‌های یوتیوب و تمام جیمیل‌های هر آنچه که دارید اینجا هستش. میاید پایین میبینید یه آدر اکانت اینجا هستش و اون جیمیل جدیدی که ساختیم رو میزنیم روش. اگه دقت کنید خب وارد همچین فضایی شدیم، هیچی هم نیست. خب آیا این به این معنی که کانال ساخته نشده یا اشتباه میشه ساخت؟ نه. اولا که بهتون بگم بعضی وقتا بچه‌ها وقتی یه صفحه وارد میشید جدیده گیج میشید و فکر میکنید که کانالتون اشتباه، دچار مشکل شده یا اصلا کلا نابود شده یا همچین چیزی. اصلا کلا ترسی نداشته باشید واسه این مرحله و کلا این جمله رو یادتون باشه که شما نمیتونید یک کانال یوتیوب رو اشتباه بسازید، غلط بسازید. چیزی تحت عنوان غلط وجود نداره. صفر و یک، یا شما یه دونه جیمیل ساختید یا شما جیمیلی نساختید، یا شما یک کانال یوتیوب ساختید یا شما کانالی نساختید. الانم که داخل این فضا هستیم فقط و فقط کافیه که من مثلا یه سرچی بزنم تا متوجه بشید چه اتفاقی داره میفته. مثلا این لوگو رو که بزنم داخل فضای کلیمون اومدیم، روی صفحه هوم بزنم چون سرچی نداریم هیچی برام نیست. اینجا مثلا بنویسم یوتیوب، مثلا یوگا اصلا مهم نیست. خب که ویدیو یوگا برام بیاد که سرچی داشته باشم. حالا دوباره برگردم تو صفحه هوم، هنوزم متاسفانه علاقه من رو کشف نکرده. ایرادی نداره. روی گزینه ام میزنیم. خب اینجا فضایی که توی اون حالت قبلی وقتی داشتید چک میکردید یه سری دیتا داشتون، با اون جیمیل و اون اکانت داشتیم میگشتیم، ولی این نه. این بالا دقیقاً زیر اسم یه گزینه کرییت چنل وجود داره. روش که بزنید اینجا تمام مراحل ساختی که ما یک کانال یوتیوب ساختیم روی کامپیوتر براتون هست. اولین چیز یه عکس میتونید انتخاب کنید. اسم چنل یوتیوب رو انتخاب میکنم، می‌نویسم محمد، مثلا فرض کنید واک ویت می، سیو رو میزنم و گزینه آخرم هندلش هستش که خودکار درست انتخاب شده. روی گزینه که چنل میزنم الان هم لوگو گذاشتیم، هم هندل، هم اسم چنل یوتیوب و چنل یوتیوب من میبینید پایین نوشته چنل کرییتد، چنل ساخته شد. حالا بریم سراغ مرحله دوم کارمون که آپلود یه ویدیو و همینطور وریفای چنل اون هستش. من داخل گوگل دفعه سرچ کردم یوتیوب وریفای. به همین ترتیب اولین سایتی که میاد رو روش کلیک میکنم و به محض اینکه این سایت اومد اینجا ازتون میخواد یه تکست براتون ارسال بشه. دقت کنید این بالا سمت راست لوگوی همون جیمیل من هستش که از اول ساختیم. اگه کانالی ساختید عکس کانالتون رو میتونید اینجا قرار بدید که من نذاشتم، هیچ مشکل نداره. میتونیم روی این لوکیشن سوئیسرلند بزنیم و مثلا من اینجا
ایران انتخاب میکنم، شماره ایرانمو بهش میدم. وقتی شماره رو دارید یه کد براتون ارسال میشه 855 050 855 050. خب سابمیت رو میزنم و فون نامبر وریفاید. دقت کنید اولین باور غلطی که توی شبکه‌های مجازی بخصوص اینستاگرام که هر اسمش حالت نمیدونم هر آدمی داره آموزش یوتیوب میده بهتون میگن که با شماره ایران نمیتونید و نمیشه. نه، من تمام چنلایی که توی یوتیوب به درآمد رسیدن و دارم همش با شماره ایرانه، مزخرف محض بهتون میگن، با خیال راحت با شماره ایران بزنید. این که از این کانال یوتیوب که وریفای میشه، اتفاقی که میفته یه تغییر توی چنلتون صورت میگیره. توی قسمت ستینگ برید، من روی گزینه ستینگ میزنم، تب جنرال و فیچر الیجیبیلیتی، دومین گزینه لیبل میشه. یعنی قبلش اگه میرفتید نگاه میکردید این قسمت دیزیبل بود، مثل این خاموش بود، الان اینیبل یا روشن شده. شاید اولش ترسناک به نظر برسه این آموزشا، ولی قدم به قدم با من بیاد جلو. اگه جایی هم گیر کردید اصلا نگران نباشید، اون ارور رو نهایتا تو یوتیوب یه سرچ ساده بزنید و حل میشه. مثلا میگم فرض کنید که این گزینه روشن نیست، من اصلا بهت یاد ندادم چجوری روشنش کنی، خب و میخوای مثلا اینترمدییت فیچرز رو که شامل گذاشتن کاور روی ویدیو، لایو استریم یا ویدیوهای بالاتر از 15 دقیقه آپلود کردن هست رو روشن کنی، بلدم نیستی چیکار کنی. خب دوباره میای اینجا خود یوتیوب رو سرچ میکنی، میخوام یه چیزی یادت بدم تا آخر عمرت استفاده کنی، سه سوته. یا از چت جی پی تی میپرسی، یا روش بهترش که من خودم خیلی چیزا رو یاد گرفتم، این اصطلاحش حالا اینه تخصصیش، می‌نویسم how to enable فلان features in YouTube. تمام. خب وقتی اومد روش کلیک میکنم، بفرما ویدیوهای مختلفش اومده، میبینم هر کدوم که خواستم ببینم روش کلیک میکنم. خب اگه انگلیسی متوجه نمیشم چی؟ به همین راحتی بهتون جواب میدم. صداشو قطع میکنیم، اینجا روی گزینه سی سی میزنیم و میریم توی قسمت ستینگ. وقتی رفتیم توی قسمت ستینگ، ساب تایتل آتو جنریتد رو روی گزینه آتو ترنسلیت میزنیم، میاد پایین، میام پایین تا به حرف پی میرسیم، یعنی پرشین. وقتی زدی دقیقاً گفته که یه مزیت کانال یوتیوب این شکلی 15 دقیقه فلان فلان فلان، کل مراحلی که من الان بهتون گفتم و همین کار داره براتون انجام میده. پس اگه گیر کردید ناامید نشید، ولش کنید من نتونستم، این شکلی نیستش که من بار اولی که راه میرفتی خوردی زمین گیر کردی دیگه تا آخر عمرت فلج موندی، نه دیگه، بلند شدی دوباره تست کردی، ترای کردی، درست شد. خب اینجا هم وریفای کانال یوتیوبمون دومین قدممون هستش که اجرا شد و انجام شد. میرم سراغ باور غلط دومی که احتمالاً از این ور شنیدید، اونم این هستش که شما با یه وی پی ان ایرانی نمیتونید کانال بزنید. دوباره همچین مزخرفی باور نکنید. وی پی انتون هر چیزی که اصلا ربطی به کانتنت کریشن شما نداره. یوتیوبرها با وی پی ان رایگان، وی پی ان غیر رایگان، وی پی ان های آی پی ثابت، وی پی اس، آی پی استاتیک، همه اینا میتونن کانال بزنن و یوتیوب بخش درآمدش از بخش کانتنت کریشن یا یوتیوبریش جداست. پس تو ذهنت باشه تو هر کاری دوست داری روی این چنل بکنی اصلا غلط نمیشه بسازیش. به همین روند نیست، مرحله که گفتم گوش بدی کانال درست انجام میشه و درست جلو میره. اصلا هم نگران وی پی ان نباش، چون اونی که بخواد بیاد وی پی ان بفروشه میگه نه تو باید این وی پی ان رو بخری که حتما با این به درآمد برسی، وگرنه نمیشه. یا پسر عمه خاله زنموی داداشم اومده به من گفته من از توی آمریکا بیا برات کانال بزنم. چرا؟ طرف تو آمریکاست، من براش کانالشو میزنم اینجا، چرا باید تو از تو آمریکا کانالمو بزنی؟ چه مزیتی داره؟ من اگه سواد نداشتم آره بهت میگفتم آره تو بزن، سوادشو دارم، علمشو دارم، میدونم چجوری چنل بزنم. پس هیچ فرقی نداره یکی از خارج از ایران برات بزنه یا خودت اینجا بزنی. خب بریم سراغ مرحله سوممون که آپلود یه ویدیو رو میخوایم با هم دیگه جلو ببریم. دوباره ما یه صفحه یوتیوب استودیو داریم، این قسمت که آمار اون اینسایت اینستاگرام هست چه شکلیه توی پیجو میبینی، یه دونه اونه. یه قسمتی داریم صفحه هوم چنلمونه، من روی این بزنم یه چیزی که بقیه هم میبینن که هیچی من ندارم، خامه خالیه. خب حالا چی کار میکنیم؟ قرار شد یه دونه ویدیو از خودم بگیرم و آپلود کنم. برای اینکه ترستونم بریزه دوست دارم همین الان ویدیو رو بگیرم. من دوربین رو روشن کردم واقعا و مثلا دوربین میگیرم اینجا میچرخونمش، همین مراحل با اون انجام میده، لنزش کثیفه. یه دقیقه صبر کن. سلام، من محمدم، تازه کانال یوتیوبمو زدم. تو این چنل میخوام در مورد موضوعات توسعه فردی صحبت کنم. اگه دوست دارید کانال منو سابسکرایب کنید و این اولین ویدیوی منه. 1 سال دیگه دقیقاً تو تاریخ
هر تاریخ که الان دارین ویدیو رو میبینید، میخوام این چنل به نقطه خیلی خوبی رسیده باشه و این اولین ویدیوییه که 1 سال پیش آپلود کردم و با امید پیشرفت و شروع قوی تر. خب این ویدیو رو همین الان برای خودت بگیر و چیزی که میخوام انجام بدی خودتو معرفی کن، ترست بریزه، چه اتفاقی مگه میفته. 2 تا حالت داریم، یا ویدیوت خیلی ویو میخوره که خیلی خوبه، ویو خورده دیگه، اصلا هدفمون همین اگه میخوای ویدیو رو آپلود کنی، یا ویدیو نخورده که خب کسی هم نریده، یعنی اتفاق خاصی نیفتاد، مثل که خودت تنها توی فضای مجازی داری راه میری، کی میاد تو رو ببینه اصلا، کی میاد بهت واکنش نشون بده، کی میدونه تو اصلا هستی، وجود داری. پس در هر 2 صورت تو ضرر نمی‌کنی. ویدیو رو بگیر آپلود کن، اگه موفق شدی 1 سال دیگه میگی من از این نقطه شروع کردم، اگه چیزی هم نشد پولی از دست ندادی. غیر از اینه 5 دقیقه هم طول نمیکشه. خب این ویدیو رو یه دقیقه ایردراپ کنم به لپتاپم. اومد. حالا که ویدیو اومده من میخوام ویدیو رو آپلود کنم. هم از تو صفحه هومتون میتونید روی گزینه کرییت و روی گزینه آپلود بزنید، هم میتونید دوباره بیاید توی داشبورد یوتیوبتون بازم روی این گزینه به علاوه و آپلود بزنید. نکته: لطفاً تنظیمات یوتیوبتون رو فارسی نکنید. ترجیحاً، خواهشاً، برادرانه، دوستانه، هر چیزی که دارم بهتون میگم گوش بدید، چون این چیزی که من دارم میگم تجربه 6-7 سال یوتیوب، تجربه بالای چند هزار تا دانشجوی مانیتایز، تجربه چند صد تا، بیشتر از چند صد تا، بس شاید ماهی حداقل 40-50 تا مشاوره یوتیوب دارم، بیشتر از چند هزار تا مشاوره برای یوتیوبرای بزرگه. تنظیمات وقتی فارسی میشه خیلی از نکات رو نمیفهمی، کلمه و اصطلاح وقتی برمیگرده. بنابراین حتی اگه زبانت کاملا هم سطح در حد آیم بلک برده، خب لطفاً بازم تنظیمات فارسیش نکن، چون وقتی فارسی سرچ میکنی هیچ نتیجه‌ای برات نمیاد اگه گیر کنی، ولی وقتی انگلیسی سرچ میکنی با همین مراحلی که بهت گفتم خیلی جلو میافتی. پس روی گزینه کرییت میزنیم، دکمه آپلود رو انتخاب میکنیم و فایلمون رو انتخاب میکنیم و میفرستیم اینجا. میبینید اصلا فایل خب شاید اینجا نباشه برام. من چیکار میکنم؟ میام اینجا این فایل از جا سلکت میکنم، میکشم اینجا، میندازم این تو. تمام. روی گوشی موبایلم دقیقاً همینه، هیچ مشکلی نداره. خب اینجا 4 تا گزینه داریم که من میخوام 4 تا رو خیلی سریع، مختصر، مفید، قسمت‌های مهمش رو بهت بگم. پس اگه قسمتی رو بهت نگفتم قطعاً اونقدر مهم نبوده. اینجا تایتل ویدیوت هستش که مثلا میخوای بگی معرفی چنل محمد پسندیده فرد. توی دیسکریپشن یه سری توضیحات راجع به ویدیو میتونی بدی، همینطور علاوه بر اون بعداً لینک ویدیوهای دیگه تو بدی، میتونی شبکه اجتماعی تو بذاری مثلا آیدی اینستاگرام و تیک تاک اگه داری یا هر چیز دیگه، و توضیح سابسکرایبت که چرا سابسکرایب کنی به دردت میخوره. طبیعتا این کاربرد داره. بیاین قسمت پایین تر، این قسمت کاور انتخاب میکنی که جلوتر یه سری آموزش‌های راجبش میدیم. پلیلیست درست میکنی که اصلا کاری نداشته باشید با این قسمت‌های پیشرفته و سخت‌تری میشه. در نهایت این رو روی نو بذاری. تمام شد. حالا کدوم رو روی نو گذاشتم بیام بهتون نشون بدم. این audience this video is set to not made for kids. گفته محتوای من برای کودکان نیست، بنابراین روی نو بذارید، چون اگه روی یس بذارید تبلیغات و واچ تایم و خیلی از المان‌های ویدیو شما حذف میشه. خب این قسمت که تمام شد. قسمت دوم لینک سازی بین ویدیوهاتون برای ویدیو اول. کلا دوست ویدیو اول نمیخواد کاری انجام بدید. تو قسمت چکس، کپی رایت و اخطارهای یوتیوب بهتون میگه که تا وقتی ویدیو آپلود نشده میبینید 53% داره آپلود میشه، چیزی ما نشون نمیده. و در نهایت ویزیبیلیتیش، حالت نمایش، این خیلی قسمت جذاب و مهمی هستش. اینجا برای شما 3 تا گزینه اینجا داره، یه دونه گزینه هم بالاتر داره، اسکیجول. هر کدوم یعنی چی؟ کلمه پابلیش یعنی منتشر کردن. گفته سیو اور پابلیش یعنی میتونید ویدیوتون رو سیو کنید، نگه دارید یا منتشرش کنید، که 3 تا حالت هم داره. اولیش حالت خصوصی یا پرایوته، یعنی ویدیوت میمونه توی چنلت ولی هیچ کسی نمیبینه. پرایوته، هیچ کس نمیبینتش، مثل اکانت پرایوت اینستاگرامت. دومیش آن لیستده، ویدیو آپلود شده، منتشر هم شده ولی لیست نشده توی صفحه هوم. طرف باید بلد باشه بره از توی ویدیوها بگرده و پیداش کنه. فایده خاصی نداره اولش برات. قسمت پابلیک چیه؟ قسمت پابلیک گفته everyone can watch your video now. همین الان میتونن ویدیو تو ببینن، پابلیک شده دیگه. ولی خب خیلی وقتا به خصوص اگه یوتیوبر حرفه‌ای باشید زمان بندی میکنید ویدیو رو. شما برای 1 ماه جلوتر ویدیو آماده کردید و از روی گزینه اسکیجول یا زمان بندی این کار میکنید. مثلا میخوام این ویدیو برای فرض کن تاریخ 2026 آخر سال 2026 آپلود بشه و ساعت 12 شب. اوکی،
اسکیجول میکنم. تمام، به همین راحتی. هر کدومی که دوست داشتید رو اون گزینه میزنید. تایتل ویدیو اینه، کاور نذاشتیم، ویدیو 50 ثانیه دیگه آپلودش تموم شده و 1 سال دیگه هم پابلیک میشه. به همین راحتی. این مراحل لطفاً قدم به قدم با هم بیاد جلو و چنل رو بسازی. حتما وی پی ان شماره تماس گفتم مهم نیست، نگرانش نباش. و مورد بعدی که گفتم به یه ویدیو لطفاً آپلود کن. من تو نظرسنجی بعدی ازتون میپرسم ویدیو رو آپلود کردید یا نه. از بین بچه‌ام که ویدیوتون رو آپلود کردید، اگه دوست داشتید توی اینستاگرام تگمون کنید، یه هدیه براتون داریم.